روز 21 ینور سال 2023 در اینترنت ویدیوی نشر شد که یک ساکن ناحیه کوشانیان ولایت ختلان مانع با رقص و موسیقی گذراندن توی دامادی پسرش می شود. در ثبت دیده می شود که داماد شیم و کاستیوم در تن و عروس فتای عروسی در بر زیر رقص و موسیقی وارد حوله می شوند، ولی در این دم یک مرد رشدار که در تن جامعه تاجیکی دارد طلب می کند که رقص و موسیقی را بس کنند و دیگر در اینجا چنین مسخره بازی نکنند. از بحث این مرد با داماد برمی آید که او پدر داماد است. در نتیجه فشار این مرد رقص و موسیقی قطع می شود و میمانان نیز پراکنده می گردند، ولی او همچنان اظهار ناراضگی می کند که با وجود از پیش طلب و شرط گذاشتن وی که به این کار را ندهند، بازم پسرش سخن پدر را شکسته نوازندگان را به توی دعوت کرده است. برخی در زیر این ویدیو نوشتند که این ممکنه رقص و موسیقی در توی خرسندی بوی طالبان می کند. گروه دیگر برینند که این مرد همچون یک نفر مذهبی نمیخواست که توی پسرش با رقص و موسیقی گذرد و زن و مرد در توی یک جا باشند. بنا به اطلاع دریافتی، مردی که رقص و موسیقی را در توی پسرش اجازت نداد دامولا عبدالحنان نام داشته در دهه کمنترن ناحیه کوشانیان زندگی میکند. به گفته منابع پایگاه خبری بامداد، پسر دامولا عبدالحنان وعده داده بود است که توی را طبق فرموده پدرش دایر میکند، ولی وقتی که او از خانه برآمده کجای میرود اینها به رقص و موسیقی سر میکنند. این را دیده کسی به دامولا خبر میرساند و او از نیم راه به خانه برگشته توی را ویران میکند. بنا به اطلاع رسما تصدیق نشده، بعد این قضیه دامولا عبدالحنان از جانب مقامات مورد پرسجو قرار گرفته است. حتی یک عکس او نیز در اینترنت نشر شد که در آن دامولا عبدالحنان در کدام یک اداره دولتی در پس میز ثبت شده است، ولی تا کنون در این باره یگان تصدیق یا اطلاع رسمی در دست نیست و روشن نیست که او را در حقیقت بازداشت کردند و یا تنها پرسجو شده است.